سلام علیکم دوست عزیز، امید که جور و صحتمند باشین. آخرین ویدیویی که من در چینل یوتیوب گذاشتم مبنی بر این موضوع بود که فرهاد جان دریا، قیس جان الفت و شرافت پروانی خشم کاربران تیک تاکی را برانگیخته بودند. من جمله و افراد نستو جان نادری هم بودن. بله. و اما چقدر ویدیوها جور شد، چقدر لایوا گرفته شد که بیاین عذرخواهی کنن شرافت پروانی در ای ویدیو که حالا میبینید. به نام خداوند بزرگ و توانا، سلام و صد سلام خدمت تمام وطندارای نازنین، افغانای شیرین و نبات، چه در داخل افغانستان هستین و یا که بیرون از افغانستان در هر گوشه دنیا که هستین. آباد و سربلند و سرفراز و خوش و خندان در کنار فامیلای محترمتان باشین. انشالله که لبکایتان پر از خنده، دلکایتان پر از خوشی، آبکتان سرد، نانکتان گرم، همیشه تایت و رایت و لب و جب باشین. راستی چند شب روز میشه که یک برنامه که لایف داشتیم با فرهاد جان دریا و قیس جان الفت و بنده. یک جا رفتیم یک لایف قصه کردیم، خنده کردیم و در لابلای صحبت ها و قصه ها و خنده ها داستان ترانه ای را که عبیب رحمان گلونه که او را به خیالم اجرا کرده بودن دو دانه طفلک های ما که اونا هم میگن یتیم هستن در افغانستان، که نامشان از او بچگک های یکیش رحیم الله جان است. آمدن عذرخواهی کردن و گفتن که هدفی نداشتن و ای که از همون کشوری که هستن تا خود افغانستان هم مثال با پای پیاده عذرخواهی میکردن. خب به هر صورت قیس جان الفت هیچ واکنشی به این موضوع نشان ندادن، ولی فرهاد جان دریا ای ویدیو را گذاشتن که البته در همین ابتدا میخوایم بگم که اگر از ویدیوهای من خوشتان میایه حتما لایک کنید، نظرتان نوشته کنید برای ما در قسمت کامنت هم. لطفاً ده و دشنام نتین. چرا ده و دشنام؟ ضرورت نیست. شما میتونید خیلی عادی با همون کلمات زیبا هم نظرتان بگوین، حتی اگر منتقد هستین یا انتقاد دارین. و چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید که ویدیوهای کاغذ پیج برتان امتو بیایه. تشکر از تک تکتان. و اما حالا میریم ویدیوی فرهاد جان دریا را در این مورد میبینیم. دریا چرا بابا چاکلیتی، چرا بابا انرژی، چرا از این، چرا سر هر چیز نظر میده، چرا خیلی بشاش است. دلیلش نیست. آقا نازنین، من اون سالهایی که امی اندک شمار دوستا مرا متهم به پوکگری و به سنگینی در اون سالها میکنن، حالا میگن پوک شده و سبوک شده. در اون سالها من درست است توجه من بیشتر روی موسیقی بود، مگم شخصیت خودم، شخصیت اصلی خودم، شخصیت اصلی به این معنی که خوب یا خراب، این چیزی که امروز هستم که شما میبینید، اینو از ترس قضاوت‌های مردم پد کرده بودم. اکثریت انسان‌ها همینطور هستن. شمار کلان انسان‌ها تا آخر عمر به خاطر قضاوت شدن یا ترس از اظهار نظر مردم یا از نقد و انتقاد و اینا عقاید خود، افکار خود، نظریات خود، دلبستگی های خود، همون چیزی که خودشان هستن میخواین خودشان باشن، آرزویی که به خود دارن، کلش پت میکنن. کاری که من کرده بودم، کاری که میلیون ها انسان نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان میکنن. آقا من اینم هست، من خوش دارم، شاد باشم. بله، این از ویدیوی فرهاد جان دریا. خب فرهاد جان دریا در این ویدیو به موضوعات متفاوتی اشاره کردن و گفتن که خب میخواه که همیشه لبخند بر روی لب مردم بیاره و هدف دیگه ای نداشته. ای که دیگران چگونه فکر میکنن، دلشان بایسیکلشان گفته، خودش دیگه فکر میکنم همون تو بود دیگه. به هر حال حالا میریم انتقادهایی که صحبتهایی که فرهاد جان دریا داشتن. بر اساس صحبتهای فرهاد جان دریا نستو نادری آمد و لایو گذاشت و راجع به این موضوع صحبت کرد و جمله به جمله فرهاد دریا را رویش بحث کرد و نظرات خودشو گفت. بریم ببینیم. سعیس آقای فرهاد، سعیس بزرگوار، سعیس جناب آقای فرهاد دریا،
خوشی تو آرزوی من است و آرزوی ماست. خوش باش، کی گفته نباش، خوش باش، اما مسخره نکن، مسخره نکن عزیز من. خوش باش، مسخره نکن. هیچ کسی را فراد عزیز، هیچ کسی را مسخره نکن. خوش باش، بخند و بخندان، بخند و بخندان، بنوش و بنوشان، لذت ببر و بگذار که لذت ببرن جیور جین دو، لیکن بالای کسی رشخند نزن. خوش بودن تا رشخند زدن فرق میکنه آقای دریا. جایی که انتقاد شدین شما همیست، هر زمان شما صحبت کردین، بابا چاکلیتی گفتین به سر قلب ها پذیرفته شد، بابا انرژی گفتین، بابا فرهاد گفتین، کلش هم میپذیریم، لبخندهای پذیرفتیم، اما لبخندی که بر مبنای ضعیف جلوه دادن ضعیفی باشه، خودت بگو بابا چاکلیتی در مکتب چاکلیت می گنجه؟ مکتب چاکلیت خو یک تک از گلوکوز صحبت میکنه، یک تک از فلوکتوز صحبت میکنه. مکتب چاکلیت خو شیرینی به بار میاره، اما شما در مکتب چاکلیت اگر کریله پاکستانی را گت کنین تلخش نمیکنه. گای کریله خوردین؟ ای وای از تلخی کریله و ای وای از شیرینی چاکلیت. شما خو مکتب چاکلیت هستید. در مکتب چاکلیت لمحه لمحهش باید آقای فرهاد شیرینی باشه، لحظه لحظهش شیرینی باشه، لحظه لحظهش لبخند و خوشی و همه چیز باشه. درست است. در همین ابتدا براتون بگم این چهره من که همین لحظه میبینید فیلتر داره و ای که بازی نخورین در فیلتر و با اجازه بدین براتون این موضوع رو بگم. خب صحبت های نسو جان نادری رام شنیدیم نسبت به این موضوع و اما تمام صحبت ها به کنار، عالم متاسفانه اصلا شرایط تیک تاک و کاربران تیک تاکی کاملا تغییر کرد. فرهاد دریا را یادشان رفت مردم. قیس الفت و شرافت پروانی را فراموش کردن. چرا؟ به خاطر ای که آلا یک شکایتنامه بر علیه نستو نادری تنظیم شده در اروپا و او را همه از مردم میخوان که برن او را امضا کنن. من متن ای بابا شکایتنامه رو براتون میگذارم در این قسمت، بخوانید خودتان نظرتان رو بگین. و خب چه بسا که من با این موضوع دلایل خود من دارم و جدای از اون موضوع ما فکر میکنم دیگه بس هست که شکایت بازی. و اما در این پتیشن بخشی از صحبتایی است که نسو نادری از طالبان حمایت میکنه و اما نسو نادری خودش در این مورد چی میگه؟ ویدیویشو ببینید. اسنادی که از ما دارین انجام بدین، هر نوع اسنادی که بر قبال ما دارین انجام بدین، هر نوع اسناد. بسیار خوش هستم که یک عده از اینها اسناد خبرنگاریت مایی که در افغانستان بودیم منیس اسناد پیش میکنن. بسیار خوب است، بسیار خوب است که ما در اینجا منیس یک خبرنگار آشیادار و خبرنگاری که بله آقای ام آر میگه که شیوه ریپورت عین مثل ریپورت زدن یک اکاونت تیک تاک است و چند نقطه به انگلیسی نوشته کنند که این تومار جعلی است. دوست عزیز ما هر شغال افغان شدن میتواند یک جمله نشته کرده که افغان ها همراهتان است. خدا هست و افغان ها هست، خدا هست و افغان ها هست. ما دلم مثل یک کوه، دل من مثل یک کوه بالای افغان های بزرگم پر است. وقتی افغان ها با ماست باکی نیست، هیچ باکی وجود نداره. خب
صحبت های نسو نادری رام شنیدین. یک گدودی شدم در تیک تاک، دقیقاً چند ساعت از راه اندازی ای شکایت نامه نگذشته بود که نسو نادری تقریباً بیشتر ویدیوهای تیک تاکش را پاک کرد. ولی خب کاربران تیک تاکی و اجتماعی بری نظر گرفتن که شاید ترسیدن. خودشان این رو نمیگه، خودش میگه دوست نداشتم دیگه ای ویدیوها را داشته باشم در صفحه. و اما گپ در اینجاست که اونا شکایت کردن، یک شکایت دگام تنظیم شده. ایران برتان میگم. بریم ویدیوی نسو نادر را ببینیم، برمیگردیم. دو گرامی، سلام بر تمام شما. امید دارم که ایام به کامتان بگذره. روز موعود فرا رسیده و یک تن از هموطنان ارجمند و بزرگوارمان یک پوتیشن جور کردن که این پوتیشن در حقیقت برای گفتن حقایق و جنایات شورای نظار برافتیده. امیدوار هستم در پای این پوتیشن وقتی که امضا میکنین خاطره تان از جنایات شورای نظار نیز بیان بکنین. این لینک در بایوی صفحه ما میرین و این لینک کلیک میکنین و به امضا کردن شروع میکنیم. دوستان گرامی، حالا دیگر نوبت مبارزه من و توست. حالا من و تو کوششمان بریست که با قدرتمندترین تعداد امضاها در تمام اروپا حضور پیدا کنیم. بله، این هم از ویدیو نسو نادری که شکایت کردم. بر علیه کی؟ بر علیه شورای نظار. و اما کاربران اجتماعی نظرشان چیست؟ کاربران تیک تاکی میگن از کی شکایت میکنین؟ از کسی که وجود نداره؟ از کسی که به رحمت خدا رفته؟ واقعا حال دا خوب نیست. شکایت بازیست، مقصدشتان باشه. به هر حال این اتفاقاتی بود که فعلا توی هفته گذشته در تیک تاک افتاد. یعنی همینطور درگیرن مردم. بماند که بازی های تیک تاکی همچنان ادامه دارد. بقیه تیک تاکرها همگی حالشان خوب است. خیلی ها جنگ دارن سر گیفتر، خیلی ها جنگ دارن سر دولت، خیلی ها حکومت های تیک تاکی راه اندازی کردن و در تیک تاک ششن میگن ما حکومت داریم. کدام حکومت؟ به هر حال همهشان خوب است، خدا را شکر. وطندارای ما همچنان در سر و کله یک دیگه زده رایستن در تیک تاک. شما هم برای که ویدیوهای بیشتر از طرف ما ببینید حتما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، ویدیوها را لایک کنید و نظرتان را نوشته کنید. شما چی فکر میکنین راجع به مجازی، تیک تاک، تمام پلتفرم هایی که ما مردم افغانستان از استفاده میکنیم؟ حتما این مورد هم بر من نوشته کنید. تشکر از تک تکتان. آرام باشین و برقرار تا یک ویدیوی دیگه. خدا پشت و پناه تک تکتان.